دوستان، مرسی که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. واقعا سپاسگزارم. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدا باشید و در زندگی موفق و پیروز. و اما موضوع این ویدیو راجع به گریه مثبت و گریه منفیه. قبل از اینکه بریم مبحث رو شروع کنید، بذارید اول یه سوالی ازتون بپرسم. مطمئنا همه ما توی زندگیمون با توجه به تجربه‌های تلخ و شیرینمون گریه کردیم. اما چه اتفاقی میفته؟ الان مبحث هم گریه غمگینه، گریه روی شادی نیست. چه اتفاقی میفته؟ بعضی که گریه میکنن خالی میشن. یعنی چی خالی میشن؟ یعنی با بغض وحشتناک، با اندوه وحشتناک، با به قول خودمون با قلب درد وحشتناک گریه میکنن و بعدش که گریه تموم میشه اصلا خیلی خیلی احساس آرامش میکنن، لذت میبرن، دیگه اون غم و اون اندوه رو دیگه ندارن. اما از یه طرف دیگه بعضی هستن که نه، که وقتی که مثلا با 10% اندوه میان گریه میکنن، یه دفعه بعد گریهشون یه دفعه میشه 50%، میشه 100%. چرا این تفاوت توی چیه؟ توی منشأیه که گریه از کجا میاد. ببین، ما دو نوع گریه داریم. یک گریه انسان قدرتمند، یه نوع دیگه گریه انسان قربانی. حالا تفاوت اینا چیه؟ تفاوت این دو نفر، دوتا نوع، روی منشأ گریهشونه. خب حالا بریم به این چجوریه. گریه انسان قدرتمند منشأش از چیه؟ از اینکه دونه 4 تا مثال میزنم، 4 تا رکن اصلی رو میگم. یک، درد و رنج همه ما جزوی از زندگی ماست. یعنی زندگی بدون درد و رنج معنی نداره. دوم، مشکل هرچی که باشه من از پسش برمیام و میتونم قوی تر ازش خارج بشم. سوم، توی هر تجربه دردناکی تلخی و شیرینی هست. یعنی اگه یه تجربه خوبی داریم، مطمئنا تلخی هم توش هست، و اگه تجربه تلخی هم داریم، مطمئنا خوبی هم توش هست. اما اینا میکسن، یعنی توی همه تجربات تلخ ما مطمئنا یک جای خوب، یک جای خنده‌دار، منظورم یه جایی که لبخند به لبای ما بیاره وجود داره. و گزینه چهارم اینه که همه ما منظورم انسان هاست. هر انسانی غم و تجربه میکنه و ما با غم و احساس کردن میتونیم با انسانهای دیگه راحت تر ارتباط برقرار کنیم. خب این منشأ گریه یه آدم قدرتمند که بعد از اینکه گریه میکنه میتونه به آرامش برسه و عزمش رو جذب کنه برای رفتن به سوی هدف مد نظرش، چون پشت هر هدف گریه های زیادی هست. و اما بریم برای گریه یه آدم قربانی. گریه آدم قربانی منشأش معکوس آدم قدرتمند، اما خیلی معکوس نیست. یک، چرا مشکل برای من پیش میاد. دوم، من از پس مشکلات بر نمیام. سوم چی بود؟ یادم داشت. سوم اینه که ما جوانه به اون مشکلی که پیش میاد در نظر، یعنی نقاط قوتش رو در نظر نمیگیریم. برای مثال من میگم خیلی مثلا ساده، مثلا ماشین تایرش مثلا ترکید، خب، و ما میدونستیم 100%، خب، اگه با ما مثلا حرکت میکردیم با ماشین، ما تصادف میکردیم میمردیم. حادثات افتشون بده، اما کدومش بدتره؟ این خیلی مثلا خیلی ساده بود، خیلی مثال خیلی ساده‌ای بود. و اینکه شماره 4، غم و غصه جزئی از زندگی نیست و انسان همیشه باید بخنده، زندگی به کام باشه، زندگی هم گل و بلبل و ما اوکی دیگه، ما الکی غم می‌خوریم. خب دوستان، مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدا باشید و در زندگی موفق و پیروز. یا حق